نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، برنامه امروز ما نامه مرا علیحده نشر کنید شماره 25 است. چنان میدانید برنامه نامه مرا علیحده نشر کنید موضوعهای مهمی که در یک وضعیت و برای یک حالت صحبت می کند آن را ما در یک برنامه مخصوص نشر می نماییم. اگر آن یعنی مهم باشد، اگر طولانی باشد و معنا نداشته باشد، او هم در برنامه نامه مرا علیحده نشر کنید شامل نمی شود. این شب و روزها بیننده گرامی، در سراسر کشور معرکه تقسیمات دو جلده شاهنامه تحفه امام علی رحمانوف به ساکنان کشور دوام دارد. البته وقتی که میگویم این شب و روزها ممکن است فکر کنید که در این شب و روزهای ماه انور نه. البته مطلب یا این یعنی برنامه که ما فعلا تقدیم داریم از حوادثی سال 2025 و آغاز تیر ماه آن است. تلویزیون و رادیو و نشریه ها گپی دهانشان همین مسئله شده بود. در شبکه های اجتماعی هم مسئله نمره یک، اما برای کارمندان اداره های جماعت تقسیم شاهنامه یک درد سر دیگر شد. برایشان معرکه آبونه، برایشان معرکه ابله و کمی میکرد که اکنون آنها این کتاب ها را باید سر آیله تقسیم کنند. یک نفر از کاربران شبکه های اجتماعی نوشته است که سوید نیست، شاهنامه را در بسویتی بخونیم، سوید میشوه. نفر دیگر به قول رحمانوف نوشته است که بسویتی را بهانه نکنید. حافظ و سعدی و جامی و سینا و دیگرها در بسویتی این همه کتاب و اثرهای خود را نوشتند و ایجاد کردند، مشهوری عالم شدند و حقیقاً چاپلوسا به رحمش. حالا شاهنامه بخوانیم که چی بشویم؟ بله، منزلتمان با شاهنامه بلند و جایگاه و اعتبارمان بالا می رود. برای یک کارفرمای عروس و یک کارفرمای قزاق که میلیون های ما تگ دستش کار میکنیم، شاهنامه خواندن و دانستن ما چی اهمیت دارد؟ وقتی ما مهاجری در بدر هستیم، وقتی پایین ترین معاش را در کشور داریم، وقتی خانه هایمان سرد و تاریک است، وقتی هیچ حقوق ما رعایت نمی شود، مطالعه شاهنامه به کی می خورد؟ به چی درد می خورد؟ بله، این که یک فریب و شیطنت و تزویر رحمانوف برای خلق است. با این وسیله توجه خلق را از مسائلی که باید حل بکند دور کردنی است. اما اینجا هم منفعت مالی می برد. چند سال پیش کتاب تاجیکان باباجان غفورов را هم چاپ کرد و رایگان به مردم داد، اما بعدا معلوم گردید که از حساب بودجه مملکت نزدیک 15 میلیون دلار برای چاپ کتاب جدا کرده است که از این حساب 7 میلیون دلار آن فایده صاف و مفتی نشریاتی سه گنج فرازی شمس‌الله صاحب و رخشانه دخترش بوده است. ماجرای چاپ این کتاب بیننده گرامی در یک نوشته بسیار هم جالب آزادی مفصل درج شده است. امام علی رحمانوف حتی از چنین مطیله ها هم فایده هنگفت به دست می آورد. فعلا معلوم نیست که برای چاپ شاهنامه چه مقدار مبلغ جدا شده است و ناشر آن کدام نشریات است. امام علی رحمانوف با راه اندازی همین گونه اقدام ها خلق را گول زدنی است یا از قبیل چنین آزمون ها. داننده بهترین اثرهای رحمانوف فروغ صبح دانایی کتاب است، بهترین کلیپ بخشیده به روزی پرزیدنت و غیره که حتی از بردن نامشان غش و قی یک انسان می آید. البته هنگامی که این برنامه را ثبت می نمودم امروز با یوتیوب داخل شدم که فرمان های رحمانوف برآمد که همش فرمان می دهم در مورد همین فروغ صبح دانایی و در مورد همین معرکه های دروغینی که رحمانوف تشکیل می کند برای همین ها با فرمان برآورده است. آرود لخچاخی این فرمان های تو برای این مردم سیر میکنه، این کاری که تو کرده ایسای. به خاطر تعلیم و تربیه باید وزارت معارف کاملا سیستم و
نظامی که دارد اون نظام باید ایواز بکنی، نه اینکه با این تشکیلی چاربینی ها یا اینکه فروغ صبح دانایی کتاب است یا اینکه نمیدونم کارهایی که انجام داده سعی فرمان میدی هم گفته یکمی ینور با فرمانتی سر کرده، یک فکر کرده که با این کارات قطعی مردم فریب میکنی، با این دروغات نمیشود دیگه. همین رحمانوف در عمر سرش یگان کتاب خوانده است، نفره که در عمر سرش حتی یک کتاب نخوانده است امروز مؤلف 113 کتاب است. مزاح و مسخره علم و دانش و کتاب تا این حد نمی شود. اخیراً یک کتاب رحمانوف درباره مولانای رومی در ترکیه جای اول گرفته است. ای برادرها، ای تری بدم نه، این عیبای باور کنید، این شرمندگی، این ایزا و خجالت های باور کنید. رحمانوف کجا و مولانا کجا؟ حتی رحمانوف کجا و سیدعلی ولیزاده کجا؟ رحمانوف کجا و محمد غایب کجا؟ مومن قناعت و لایق و بازار رو که تماما نمیگیم دیگه. واقعا باور کنید خنده کس می آید. سال هاست که بیننده گرامی یک گپ ابلهانه رحمانوف را که همان را هم حتما کسی دیگر از خودش هم ابلهتر گفته است در هر کجا حق میکنند و مینویسند و آویزان میکنند. فرهنگ هستی این ملت است. خوب که چی آخی؟ مالیه و اقتصاد هستی این ملت گویم چی میشوه؟ رحمانوف یعنی چی فرهنگ هستی این ملت؟ ملت به فرهنگ وجود دارد در دنیا؟ آیا رحمانوف فرهنگ را میداند که چی از خودش؟ یا فرهنگ رحمانوف در نظر داشته سخن دیگری اوست که گفته بود رقص باشد، سرود باشد، انا همین خیل چرابینی های سطحی بلند باشد، در حالی که رقص و سرود و موسیقی مگر فرهنگ است؟ رحمانوف باور کنید از کوچه علم و ادب گذشتگی نیست. این آدم به عقل، به تمیزی، به سوادی ابله باور کنید همین خودش بود. یک نفر از همین نوکران حکومت رحمانوف که در دادستانی فعالیت میکند گفته است باید کاستوم و بروک پوشیم، کرتای سفید، گالستوک باندیم و توفلی داشته باشیم. نفر گفته است که چرا خیر؟ چون که این شکل و نمودی آدم کلتور نیست. آدم کلتورنی تروریست نمی شود. کسی که گالستوک باندد مسجد نمی رود، در مسجد تروریستا می روند. ما باید کلتورنی باشیم. ببینید چی گونه افراد را رحمانوف مقام و وظیفه در دادستانی می دهد. یعنی گالستوک این گویا شخصی کلتورنی، یا ریشدار مسجد رو گویا تروریست. همین از حکومت رحمانوف. همین است که زوال و نهایتی حکومتش نزدیک شد. ولی واقعا هم دهشت است. عجب است نه بیننده گرامی؟ همین خیل نه؟ همت فهمیده است گپایی که میگم. شاید از آثار شاعر نهانی و عطا میرخواجه همان بیتی چین جیپین و پوتین و ترامپ همه کسا پایم رحمان میشنوند رحمانوف شعر و داستان ها قرائت کرده باشد، وگرنه همه ما و شما خوب میدونیم که رحمانوف کجا و کتاب کجا. حیله باور کنید زواج خواندگی بود، پیسته و تخم مرغ با معلم پورا میبرد. این پیربوزبلای احمق وقتی رحمانوف را در ترمیز به اجلاسیه 16 گسل میکنند، رستم احمد و وزیر مدافع ازبکستان به سر و لباسش نگاه کرده رئیسی و این طور میفرماید که این جول هندی را برده سرطان کنه که پگاه فردا رئیس دولت میشوه، رئیس فرما. باور کنید خوب دیگر رستم احمد و گپاش معلوم است دیگر، همه میدونند این را. سبحان الله. گردش چرخ فلک را بینید که اکنون جولهوندی کشتلکنده شاهنامه تقسیم داره. شاهنامه را در این بسویتی چکار کنیم آخی؟ سویتی مردمت ابله کارناشایم. واقعا دیگر نمیدونیم که به این رحمانوف با چگونه اسلوب، با چگونه سخنها خطاب نماییم. در غرب رشت امروزه معرکه تقسیم و توزیع شاهنامه ماه اوگوست قبل از جشن استقلال از سفر رحمانوف به این منطقه شروع شده بود است. ظاهرا این کتاب ها را در چایخانه حلقرف که آنجا را فراغتگاه هم می گفتند و در آنجا توی های مردم هم برگزار می شده است تقسیم کردند. یک کارمند جماعت یا کسی دیگر شب اول آوردن کتاب ها که تخمین می رود 19-20 اوگوست باشد
تا روز به شورا پاسبانی کرده است کتاب‌ها را قلاوری کرده است. این کتاب‌ها را قبل از سفر رحمانوف برشت آورده و با مردم دسترس کردند. یک نفر نوشت که این کتاب‌ها پیش از امام التر به غرب آمد، البته از حساب هوای بود. با خدا همین کتاب ها را مجبور با مردم دادند. کدام را در راه میدیدند مجبور کتابش میدادند. این کار در چشم مردم خاک پاشیدن است که همه گویا رحمانوف را دوست دارد، لیکن این قشلاق ما این طاغوت را دوست نداشت و دوست هم نخواهد داشت. در دست اصلاح بیننده عزیز گرامی نوار صحبت‌های نفرهای مسئول دهه حلقرف غرب رسیده است که آنها از مردم خواهش و التجا میکنند که آیند و کتاب‌های تحفه جناب عالی را بگیرند. ما این صداها را عینی به متن گرداندیم برای افرادی که پایگاه اصلاح میخوانند و برای افرادی که یعنی این نوار را دیده ایستادند. صداهای آنها را میگذاریم تا خودتان قضاوت کنید و با آن تبلیغ و تشویق رسانه های دولتی تاجیکستان مقایسه نمایید که در صدا و سیما و رسانه ها چی میگویند برای آن کتاب ها و ببینید که رئیسای جماعت ها و افراد متصدی در غرب در حلقرف چی میگویند برای کتاب ها را مردم بیای بره گفته. سلام علیکم بچه های دیگه آخر سوزه خوبه تینجه آبیجان همینی اناکاوت خلیل اکه تویجان گولدین باقی فراغتگوی بین کوبیه کتاب را آوردین فراریم شما که تقسیمات قشلاقداری خوجکداری شما بینی. التماس همین شنیده مو را تماس کسی که ما را نشنید التماس بچه ها خبردار شکنیده و فراغتگوی بین بیان. سلام علیکم جوان دیگه حلقه بستانی. امروز 21 آگوست سپردن کتاب‌های شاهنامه تحفه از نام کشور ملت رو سرترین احمد احترام خواهش کردم اشارتی پاسپورتات را گرفته بیاین کتاب‌هایی که معلوم تو هستن میگیری بری. التماس خواهش. سلام علیکم. سلام علیکم بورگه جوانو دیگه آخر خونگی تا خبردار کنی بچه ها بیک یعنی کتابوی تحفه جناب ولیام بگیری برای بچه ها نایی چیخمه نمونه شدیستان معلوم تو اومده بیای بگیری برای شد تحفه را. التماس خواهش آبیجان در جای باشه بیا نرمه حدی بالا را خون خطه بدونی احوالی چند خیلی بگیری برای شو تقسیمات ها سر کنی بگذارنی خوب میشه اولون. سلام علیکم بورگه جوانو دیگه حلقر بچه های مردم سست اومده ایسودی هم بگه حد همسایه قطیب بیان پاسپورتو شو بگیرن بیان حقی همون نرمه تحفه شو بگیرن برن کتاب هم برای موندگی کتاب حق شویی روز هم برفت ساعت هم برفت نفهم رسویم بخنو تا بیطرف هم برای مخچه حق چه بیا برش بیطرفی کرای سودیان. سلام علیکم بورگه جوانو دیگه حلقه بستانی بچه ها امروز شب رفته سوده همه کتاب مونده بیا همو تحفه‌ای که بانوم تا هستن اینوم جنوب یالی بگیره شو بره. التماس ای مردم برای که با پگه شوتویه نموننده همه فراغتگاه این شوکو که پست ایستادیم بونی شو کریم بیا التماس تو بگه بیا بالو کنی برای همون نرمای خطوه فایده خطوه برای فرزندوی خطوه میخونن یاد میگیرد سمی فهمانه مردم که توی انا تحفه جنوب یالی های بیا بگیری بچه ها دیر نکنی خطو نباشه فرزندو تا روی کنی هم پاسپورت بگیرن بیان امضا کاره بتونن تمام میگیرن میرون بده تا
یکم جلد دویم جلد. التماس حرکت کنید بچه‌ها. جوانای ده حلقه بستانی ساز خوب تنجی پرورگار ساز باشه تنگ باشه. خیلی همین کار سکرین چیدگیه یا کتابخونه تون همه فوره یا خیلی که همین کتاب شاهنامه اینمی جناب یولی تحفه برای هر یک خاندان برادر. باز همین اگر خلطه ارد شکر باشه یا پاموش باشد 20 برگه با حقارت منه که چریزشکر ایرادات منه نداد. ها بچه همین تحفه جناب یولی اخی همه چیز قیمت‌تره. بیه بگو برن شاید خوجگیتون. ای بچه همین 10 منوت وقت میشوه. بیه ای مردم. سلام علیکم جوانای ده حلقه بستانی ساز خوبی تنجی. ای بچه روز بگه شده همین کتابات و نبرده ای مردم. همین تحفه جناب یولی های بیای برای خمسی پدرکه جناب یولی ها قدردونی کنه ای مردک خوب بیای که نمونه. سلام علیکم جوانای ده حلقه ساز خوبی تنجی. ای مسئله کتابگیری تو سس رفته سوده. خواهش میله و همه دمو خونات و خطو هم که نرسیده همون با فرزندات و همون پاسپورتات برای کنه که همه امضا کاره بتونن دوید موز ده کتابه یک دم بگیرم برن شو میخونه چیزای خوب نیستگیان برای راست بردمت میبرن. التماس ای تحفه نومی جناب یولی های بیه بگیری بر تحفه را به هر خوندان تحفه شدگی های پگه شبا شوتوی های فراغتگاه خالی کنیم بچه ها. خوب بیننده گرامی همتون شاهیدید و شنیدید هیچ جای تهمت دروغ یگان نفر را بهتان کردن یا اینکه چنانه که چاپلوسا میگن خائن و دروغ میگن کجای همین برنامه ما تو اینجاش دروغ بود. یگان چیز از خودمون گفتیم یگان گپه گفتیم که چنین نشده باشد. نه بیننده عزیز گرامی کتاب را با مردم بازور دادن این تبلیغ فرهنگ نیست، این تحقیر فرهنگ است. وقت خانه تاریک است کتاب چراغ نمی شود. وقت دک خالی است شاهنامه نان نمی شود. مردم را سالها از کتاب ترساندید، از علم دور کردید، از فکر کردن جنایت ساختید. امروز باشد با همون کتابی که خودش را کشتید مردم را فریب دادن می خواهید. این نه عشق ادبیات است، نه احترام به فردوسی. این نمایش برای پنهان کردن فقر است. مردمی که برای گرفتن کتاب مجبور به حاضر شدن، امضا گذاشتن و حجت آوردن می شود دیگر خواننده نیست، او ابیکت معرکه است. این روند نه احیای فرهنگ بلکه رمز فاصله عمیق میان تبلیغ و واقعیت زندگی مردم می باشد. فرهنگ تنها در محیط سری، امنیت و آزادی رشد میکند. به اینها هر کتاب حتی شاهنامه به کاغذی خاموش تبدیل مییابد. روشنی در خانه، کار در کشور، امنیت در زندگی و شما بجای این همه 2 جلد کاغذ می دهید. شما مردم را بجای رساندید که دیگر نه از کتاب لذت می برد نه به سخن فرهنگ هستی این ملت هستی بر دروغتان باور دارد. چون ملتی که هستیش را از نان، برق و عدالت محروم کردند با شعار زنده نمی ماند. بله خوب بیننده عزیز گرامی این بود برنامه امروز ما. امیدواریم واقعیت را از غرب باز هم فهمیدید و گرفتید. خدا کند آنچه که ما میگوییم
سبب گردد تا اینکه چنین کارهای دروغ خود را دیگر در کشور رواج ندهند. در گذاشتن لایک ها و نوشتن نامه ها کوتاهی نکنید. همه آنچه می نویسید ان شاء الله پس از مطالعه و دیدن و جابجا کردن هم مطلبش نشر می شود و هم نوار آن تقدیمتان می گردد. بیننده گرامی، نویسید تا اینکه فکر شما آنچه که میبینید برای تمام ملت برسد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.